بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین. سلام علیکم عزیزان، مانده نباشین، خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ خیرت است؟ جور تر هستین؟ بسیار خوشحال هستم که با این جلسه هم در خدمت شما شاگردای عزیز هستم. فصل پنجم، جلسه 34، درس جدید. عنوان درس امروز ما است چین در قرون وسطا. داشتیم تاریخ قرون وسطا و قرون جدید کشورهای همسایه را مورد مطالعه قرار میدادیم. خب حالا رسیده نوبت چین در قرون وسطا. در این درس در مورد چگونگی و انگیزه های وحدت چین که خیلی مهم است اطلاعات پیدا میکنیم. عظمت چین را در قرون وسطا اطلاعات پیدا میکنیم و همینطور در مورد علل قیام دهقانان و نتایج آن که یکی از قیام‌های بسیار بزرگ است در تاریخ اطلاعات پیدا میکنیم و در مورد تسلط مغول‌ها در چین بیشتر اطلاعات پیدا میکنیم. ایره بدانین بی جهت اطلاعات عمومیتان گفته شده چینی های قدیم خودشان چینی نمیدانستن. این کشور خود را هم چین نام نمیکردن، نمیگفتن نام کشور ما چین است. خیلی جالب است. اونا معمولا چین را چی مینامیدن؟ کشور خود نامش میگفتن امپراتوری زیر آسمان. کشور خود میگفتن که امپراتوری زیر آسمان و خودشان چی مینامیدن چینی ها؟ خود میگفتن که پسران آسمانی، یعنی میگفتن ما پسران آسمانی هستیم و از کشور امپراتوری زیر آسمان هستیم. نکته بسیار جالب بود. وحدت چین در قرون وسطا. چطور به وحدت رسیدن؟ ببینین قبل از قرون وسطا چین به نواحی مختلف تقسیم شده بود. سرزمین چین هم که یک سرزمین بزرگ بود و هنوزم بزرگ و وسیع است. شمال چین در اشغال اقوام کوچی قرار گرفته بود که در نواحی شمالی و شمال شرقی زندگی میکردند و در واقع جنوب چین هم به مناطق مختلف و ساحات مختلف تجزیه و تقسیم شده بود. در نتیجه شاهان و سرداران مختلف حکومت‌های مختلف به صورت مستقل در شهرهای مختلفی چین ایجاد کرده بودند. یعنی چین یک مرکزیت سیاسی قوی نداشت و در چین یک حکومت مرکزی قوی پدیدار نشده بود. فاقد حکومت مرکزی قدرتمند بودند و همینطور تا قبل از قرون وسطا فاقد یک مرکزیت سیاسی قوی بودند. ملوک الطوایف بود. حاکمیت های کوچک در هر محل وجود داشت. اینا در نتیجه با هم همیشه درگیر جنگ بودن. ملوک الطوایف و حاکمیت های کوچک و ریزه همیشه درگیر جنگن برای که همدیگر را سرکوب بکنن. همیشه با هم اختلاف داشتن و همیشه با هم می جنگیدن تا اینکه در سال 618 میلادی از نو اینا به وحدت رسیدن، متحد شدن. حالا چطور؟ ادامه درس. توسط یک سردار جنگی که بسیار یک آدم دلیر و شجاع بود و همینطور آدم مدیر و مدبر بود به نام کایوتسو. ببینین کایوتسو یک آدم شجاع بود، خودش از سرداران جنگی بود، در امور رزم و جنگ در فنون جنگی کاملا مسلط بود، آشنایی کامل داشت. خب توسط این آدم دوباره چین متحد شد و موفق شد که یک امپراتوری بزرگ را در چین ملوک الطوایف که حاکمیت‌های خرد و ریزه و کوچک قبلا حکم روایی داشت، یک امپراتوری بزرگ را موفق شد کایوتسو به وجود بیاره به نام امپراتوری تانگ که خب در تاریخ چین بسیار معروف است. امپراتوری تانگ که توسط خانواده تانگ ها یا تانگ معمولا اداره می شد به کمک مردم موفق شدن که امیران محلی دیگر را همه را مطیع خود بسازه، همه را یا سرکوب بکنه یا فرمانبردار خود بسازه و به این گونه قلمروشان روز به روز توسعه میدادن. قلمروشان اینقدر توسعه دادن تا اینکه به کشورهای مجاور و همسایه هم رسیدن و خیلی از کشورهای مجاور و همسایه چین هم امپراتوری تانگ موفق شد که
اونا رو هم تصرف بکنه. بعد از این کشورهای همسایه و همجوار خود تصرف کردن، خیلی از چینی ها در کشورهای مفتوحه جابجا شد. یعنی خیلی از چینی ها از شهرهای مختلف چین رفتن و در اون کشورها و شهرهایی که جدیداً فتح کرده بود در اون سرزمین ها ساکن شدن، جابجا شدن و این گونه موفق شد که یک امپراتوری بسیار بزرگ را به نام امپراتوری تانگ تشکیل بدن. امپراتوری تانگ قلمروش بسیار وسیع بود، یک قلمرو خیلی بزرگ. غیر از خود چین گفتم کشورهای همسایه را حتی تصرف کرد. وسعت امپراتوری تانگ، وسعت قلمروش از وسعت امروز چین کردم بزرگتر بود. از سرزمین امروز چین، از مملکت امروزی چین کردم خیلی بزرگتر بود. حتی ببینین قسمت‌های از شمال هند، قسمت‌های از شمال هندوستان هم در زمان امپراتوری تانگ در چین از چین اطاعت میکردن و به دولت امپراتوری تانگ چین خراج پرداخت میکردن. یعنی چی؟ یعنی در واقع تحت حاکمیت اونها بودن و به صورت کاملا مستقل دولت نمیتونستن تشکیل بدن. با قول میگن خراجگزار امپراتوری بزرگ تانگ چین بودن. امپراتوری تانگ کلن، خاندان تانگ تحت عنوان امپراتوری تانگ 288 سال اینا موفق شدن که حکومت کنن. خب در زمان اینها ببینن چین از قدرت بسیار بالا برخوردار بود. امپراتوری تانگ یک امپراتوری بسیار بزرگ بود، دولت کاملا مسلط بود و کاملا همه جا را تحت تسلط خود قرار داده بود. از رونق اقتصادی خوبی چین برخوردار شد. چین که قبل از قرون وسطا اصلا مرکزیت سیاسی نداشت و دولت مرکزی نداشت، حالا از نظر نظامی و سیاسی که دارای یک مرکزیت قوی شده بود، بمانه که از نظر اقتصادی هم پیشرفت‌های خوب کرده بود و از نظر فرهنگی هم پیشرفت‌های خوب کرده بودن. ببینین به عنوان مثلا باروت را اختراع کردن و چینی ها خیلی چیزهای دیگر را اختراع کردن که از اروپاییان کده در قرون وسطا بسیار پیشرفته تر بودن. پایتختشان، پایتخت امپراتوری تانگ شهر چانکان بود که امروز به شهر سیان میگن در چین. در واقع از نیرومندترین حکومت‌های جهان بود امپراتور تانگ. یک امپراتور بسیار قدرتمند که یک قلمرو بسیار وسیع هم تحت سلطه خود در آورده بودند. اما امین امپراتوری وسیع و قدرتمند با امین قلمرو بزرگ در قرن نهم میلادی با یک قیام بسیار بزرگ روبرو شد. تقریبا میشه گفت که بزرگترین قیام دهقانان در چین در قرن نهم میلادی به وقوع پیوست با یک قیام بسیار بزرگ. چرا؟ حالا علتایش ببینین. به خاطر که امپراتوری تانگ و دولت مردان و فیودال ها با دهقان ها با بسیار خشونت برخورد میکردن. یک روش بسیار خشن را پیش گرفته بودند و همین قسم از دهاقین، از زارعین و دهقان ها عوارض بسیار زیاد میگرفت فیودال ها و مالکین زمین های بزرگ. اینها خب مالیات های بسیار زیاد، عوارض بسیار زیاد از دهقان ها میگرفت. این همه کاری که دهقان ها روی زمین میکرد، این همه زحمت که زارعین روی زمین میکشید، به خودشان چیز نمیمان و بیشترشان به دست فیودال ها و مالکین میرسید. خب این باعث شد که کم کم دهقان ها آماده یک شورش بزرگ و یک قیام شود و بالاخره در نواحی مختلف تانگ دهقان ها دست به قیام زدند. خب در نواحی مختلف وقت دست به قیام زدن این قیام ها ادامه دار شد تا در یکی از این قیام های دهقان ها ببینین رهبری قیام دهقان ها را یک کس گرفت به اسم هوانگ چاو. هوانگ چاو در سال 847 میلادی رهبری قیام دهقان ها را به عهده گرفت. چاو ببینین در امور جنگی کاملا آشنایی داشت. در امور جنگی، در فن نظامی
در فن نظامی عصر خودش خوب مسلط بود و این موفق شد که یک لشکر عظیم چند هزار نفری را از دهقانان که قیام کرده بودند، از دهقانان چین تشکیل بده و دارای یک لشکر چند هزار نفری بزرگ شد. هر روز به لشکر چاو افزوده شده می رفت. تعداد سپاهیان چاو هر روز زیاد شده می رفت، چون دهقانای ناراضی هر روز به اینا پیوسته می رفتن و با اینا یک جای می شدن و این قیام و این رو در روی و مقابله کم کم زیاد شد و دیگه سپاه امپراتوری تانگ ضعیف شدن، دیگه توان مقابله در مقابل لشکر قوی دهقانها را به رهبری چاو به خود نمیدیدن. هدف از قیام این دهقانان به رهبری چاو چی بود؟ اینا چی میخواستن؟ اینا میخواستن که با تمام فیودال ها بجنگن و تمام فیودال ها را به سزای عملش برسانن و برای دهقان ها یک زندگی خوب و با آرامش را مساعد بکنن و در واقع برابری و مساوات را در جامعه چین حاکم بسازن. اینها موفق شدن به رهبری چاو، بالاخره موفق شدن که در جنگ های پیروزمندانه، گفتیم که خود چاو یک آدمی بود که در امور جنگی وارد بود، بالاخره اینا موفق شدن که در سال 881 میلادی پایتخت تانگ را به تصرف خود در بیارن. وقت تانگ را قیام کنندگان دهقان یا دهقانها به رهبری چاو تصرف کردن، امپراتوری تانگ خودش فرار کرد. خودش موفق شد تنها فرار کنه، ولی تمام بستگانش توسط قیام کنندگان، توسط دهقانای قیام کننده به قتل رسیدن و همینطور تمام فیودال ها از دم تیغ گذشتانده شدند و تمام کارمندان دولت و سران نظامی همه کشته شدند. فقط خود امپراتور تانگ با تعداد بسیار کم موفق شد فرار بکنه و در عوض اینها، در عوض بستگان امپراتور و فیودال ها و سران نظامی و بزرگان دولت که همه کشته شدن و برکنار شدن، به عوضشان دهقانان به مقامات عالی دولتی در پایتخت گماشته شدند و او ثروت عظیمی که از پایتخت به تصرفشان آمد، اینا را حاصل کرد، او ثروت عظیم را گرفتن بین نادارها و بین غریبا و بیچاره ها تقسیم کردن، چیزی که دنبالش بودن که مساوات را برقرار کنن، دهقانها را با آسایش آرامش برسانن و فیودال ها را هم سر جایش بشانن و به جزای عملش برسانن. موفق شد که ببینین دهقانها، قیام دهقانها یا دهقانها به رهبری چاو موفق شد که 2.5 سال پایتخت را در تصرف خود داشته باشه و اینا در پایتخت حکم روایی کنن. بعد از در همین زمان ببینین امپراتوری تانگ با فیودال های دیگر با هم متحد شدن و همینطور قبایل کوچ‌نشین را هم با اونها هم توافق کردن. ستایی یعنی امپراتور تانگ، فیودال ها و قبایل کوچ‌نشین با هم یک جای شدن، وحدت کردن و یک مجموعه را تشکیل دادن، اسمشان گذاشتن کلاغ سیاه، تحت عنوان کلاغ سیاه، و دوباره اینا به جنگ شروع کردن، به پایتخت هجوم آوردن، حمله کردن و بعد از 2.5 سال در سال 883 میلادی چاو در واقع که رهبر دهقانهای قیام کننده بود شکست خورد و دوباره پایتخت به تصرف کلاغان سیاه یا همون امپراتور قبلی تانگ قرار گرفت و خیلی از دهقانها در این جنگ به اسارت در آمدن و اجیر شدن، دوباره اجیر فیودال ها و دولت و امپراتوری قرار گرفتن. اما با این که دوباره امپراتوری تانگ آمد، قدرت به دست گرفت، پایتخت تصرف کرد، ولی از اون قدرت قدیم و از اون درخشندگی قدیم و زرق و برق قدیم دیگه برخوردار نبود، حکومتشان خیلی ضعیفتر شده بود. بالاخره امپراتور تانگ ها سلطنت کردن و حکم روایی کردن تا سال 960 میلادی، تا بالاخره در سال 960 میلادی قدرت از
خاندان تانگ به خاندان سونگ انتقال پیدا کرد و در رأس قدرت خاندان سونگ قرار گرفت. این هم تکه جالب است، ببینین برای بیشتر بدانید. مانده بود در کتابتان، گفتیم برای شما هم توضیح بدیم در قسمت در رابطه با مارکوپولو، همون جهانگرد معروف. میگن مارکوپولو فرزند نیکوپولو یکی از مشهورترین جهانگردان اروپایی است که در قرون وسطا همراه پدر و کاکایش از طریق آسیای صغیر یعنی ترکیه و ایران و افغانستان وارد چین شد. از کدام را؟ در واقع از طریق راه ابریشم قدیم وارد چین شد. مارکوپولو موفق شد که به دربار مغولا هم در چین خودش برسانه. خوب زمان مغولا در چین حکمروایی داشتن و 20 سال در چین مارکوپولو زندگی کرد و به مقامات عالی حکومت چین هم حتی رسید، مثلا مقامات چه که نام بردن مثل اداره گمرک. خب بعد به عنوان اداره گمرک مقرر شد یا خیلی از مقامات دیگه که داشت. بعد با کشور چین و با کشورهای آسیایی کاملا آشنا شد. بعد در سال 1296 میلادی دوباره به زادگاه شهر وینز برگشت. وقت برگشت کتاب خاطرات خود نوشت، در او اطلاعات بسیار مفید و فراوان درباره فرهنگ و تمدن و اوضاع هنر و اقتصاد بسیار از شهرها و سرزمین‌های آسیایی نوشت و به اختیار اروپاییان قرار گرفتی. کتاب منتشر شد و بعدی خودش باعث شد که خیلی از اروپاییان به سرزمین‌های آسیایی مثل هند و چین مهاجرت بکنن در قرن جدید. خب ادامه درس. اصطلاح مغول‌ها در چین. بعد از اینکه که چنگیز ظهور کرد و رهبری قبایل مغول را به عهده گرفت و موفق شد که یک قدرت عظیم و بزرگ در مغولستان تشکیل بده، خب بعد از او کم کم به فکر تسخیر کشورهای همسایه و ممالک همجوار گشت، از جمله کشور پهناور و بزرگ چین. گرچه خود چنگیز با تمام جهانگشایی و لشکرکشی‌هایی که داشت در زمان زندگی خودش موفق نشد کشور چین را تحت تصرف خود در بیاره. در اون زمان امپراتوری چین سونگ بود. خاندان سونگ در چین حکمروایی داشتن و قدرت امپراتوری از خاندان تانگ به سونگ منتقل شده بود. ولی بازم با اینکه چنگیز موفق نشد که چین را تحت تصرف خود در بیاره، ولی نهایتاً فرزندان چنگیز، بازماندگان چنگیز در سال 1234 میلادی موفق شد که وارد چین شوند. دستاوردشان در چین چی بود؟ تخریب و خرابی و ویرانی بود. خیلی از شهرهای چین ویران شد. مزارع دهقانها خب خراب شد که خیلی از مزارع دهقانان در چین تبدیل شد به چراگاه گله های مغولان. خب تعداد زیاد از مردم در این گیر و دار و در این جنگ و نابسامانی از بین رفتن. بعد مغول ها وقت آمدن چین را تصرف کردن، منطقه شهر بیجینگ یا پیکینگ را پایتخت خود انتخاب کردند در سال 1271 میلادی و تا قرن 14 مغول‌ها موفق شدند در چین حکمروایی بکنند. ببینید مغول‌ها در چین چی دستاوردهایی داشتن، چی کارهایی را انجام دادن. مغول‌ها طبقه زحمتکش چین یعنی زارعین چین را ببینید به عنوان برده به بردگی در آوردن. چینی ها را کلن از مقامات دولتی و از مناصب که داشتن خلع کردن، بیرون کردن. چینی ها کاملا شکل برده را به خود گرفتن. به همین خاطر توسط همین ظلم که شد که یعنی کل چینی ها را دیگه در قدرت هستن باقی نمیگذاشتن. قدرت فقط از آن مغولان بود و اینها مثل یک برده برای مغولا کار میکردن. به همین خاطر مغولا مورد تنفر و بدبینی مردم عام قرار گرفت، بخصوص مورد
تنفر و بدبینی قشر زحمتکش و زاره جامعه که اینا با بسیار سختی کار میکردن و امورات زندگیشان مگذشتاندن و مثل یک برده در خدمت مغولا قرار گرفته بودند و این باعث شد که در سال 1348 میلادی مردم بر علیه مغولا قیام بکنه. رهبری این قیام را بازم یک دهقان چینی به عهده داشت به نام چویانگ چان رهبر قیام چینی ها در مقابل مغولان بود. این قیام از جنوب چین آغاز شد و یک شورش عظیمه که تمام دهقان ها و مردم عوام از او قیام حمایت کردند و او را مورد حمایت خود قرار دادن. رهبرشان گفتیم چویانگ چان بود. بالاخره اینا موفق شدند که ماموران و نظامیان چینی را قتل عام بکنن، همه را به قتل برسانن. بعد شهرها را موفق شدن یکی پشت سر هم زود فتح بکنن. چرا؟ چون مردم همه آماده قیام بود. او شهرهایی که قیام کرده بودن به شهرهای جدیدی هم حمله میکردن، چون مردم چین کاملا از مغولا متنفر شده بودن، همه آماده جنگ و قیام بودن. در نتیجه شهرها را پشت سر هم به تصرف خود در آوردن تا اینکه شهر نانکینگ را در سال 1368 میلادی اینا تصرف کردند و موفق شد که چان یک امپراتوری دیگر به نام مینگ در چین بنیاد بگذاره و بعد موفق شدن که شهر پیکینگ که مرکز حکمروایی مغولا در چین بود او را هم تصرف بکنن و بعد موفق شدن که مغولان را کاملا از چین بیرون بکنن و پس تا مغولستان اونا را عقب برانن. 100 سال این گونه مغول ها در چین حاکمیت کردند و بعد از 100 سال حاکمیتشان توسط یک شخص به نام چویانگ چان و قیام دهقان ها و مردم به پایان رسید. امپراتوری بزرگ مینگ که در چین تأسیس شد 300 سال بعد از اینکه مغولا را شکست دادن، اونا را سر تا مرزای خودشان تا قسمت مغولستان عقب راندن، امپراتوری خودشان 300 سال در چین ادامه داشت و 300 سال امپراتوری مینگ در چین حاکمیت کرد و در این زمان مردم با رفاه و آسایش نسبی نسبت به گذشته ها زندگی میکرد. خب هم نقشه افغانستان است که ما کشورهای همسایه افغانستان تاریخش مطالعه کردیم. ببینید کشور چین که از اینجا از این ناحیه فعلا با افغانستان هم مرز است، از همسایه های شمال شرق کشور ماست. به سوالا رسیدیم عزیزان. سوالای درس میخونم، دقت کنیم. سوال اول: اوضاع چین قبل از قرون وسطا چگونه بود؟ بله، اوضاع چین پیش از قرون وسطا مانند شرایط و اوضاعی بود که باعث تغییر جهان باستان به قرون وسطا گردید. یعنی یک مرکزیت سیاسی وجود نداشت. خب سوال دوم میخوانم: وحدت چین در کدام سال تأمین شد؟ سرزمین چین در سال 618 میلادی توسط یک سردار دلیر به نام کایوتسو وحدت یافت که گفتیم یک امپراتوری بزرگ را بنیاد گذاشت. سوال سوم میخوانم: در مورد امپراتوری تانگ چی میدانید؟ امپراتوری تانگ در سال 618 میلادی توسط یک سردار جنگی چینی به نام کایوتسو تشکیل گردید. سوال بعدی را میخوانم، خانه خالی است، دقت کنین. هوانگ چایو و یارانش پس از یک سلسله خانه خالی پیروزمندانه بازم در سال خانه خالی وارد پایتخت امپراتوری خانه خالی شد. خب خانه خالی هایش کی میتونه بگویه؟ شما بگوین. بله، جنگ های 881 میلادی تانگ میشه. هوانگ چایو و یارانش پس از یک سلسله جنگ های پیروزمندانه در سال 881 میلادی وارد پایتخت امپراتوری تانگ شد. سوال بعدی: حکومت مغول ها در چین چند سال طول کشید؟ بله، حکومت مغول ها در چین بیشتر از
100 سال طول کشید. سوال بعدی را میخونم. مغول‌ها چگونه بر چین مسلط شدند؟ بله، افزایش قدرت مغول‌ها به رهبری چنگیزخان مغول آنها را متوجه ممالک همجوار و همسایه ساخت، من جمله چین. گرچه در زمان چنگیزخان موفق نشدند چین را به تصرف خود در بیارن، اما فرزندان چنگیز در سال 1234 میلادی موفق شد چین را تصرف بکنن. خب رسیدیم به قسمت نمونه سوالات کانکور. دقت کنین. سوال اول از نمونه سوالات کانکور مربوط فرم اول کابل است. کایوتسو امپراتوری خود را چی نامید؟ گزینه اول چو، گزینه دوم مینگ، گزینه سوم سونگ، گزینه چهارم تانگ. کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ جواب صحیح سوال را با هم میبینیم. بله، گزینه چهارم تانگ جواب صحیح سوال است. سوال بعدی مربوط فرم سوم بلخ است. چینی ها در گذشته کشورشان را به کدام نام یاد میکردند؟ گزینه اول سرزمین آفتاب، گزینه دوم امپراتوری زیر آسمان، گزینه سوم سرزمین گلها و گزینه چهارم هیچ کدام. کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ شما جوابتون آماده کنین. جواب صحیح را با هم میبینیم. گزینه دوم امپراتوری زیر آسمان جواب صحیح سوال است. سوال بعدی مربوط فرم سوم بامیان است. چاو رهبر قیام کنندگان در قرن نهم میلادی در چین چند سال پایتخت را تصرف داشت؟ گزینه ها را میبینیم. گزینه اول 5 سال، گزینه دوم 1 سال، گزینه سوم 2 سال، گزینه چهارم 2.5 سال. کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ جواب صحیح را با هم میبینیم. گزینه چهارم 2.5 سال جواب صحیح سوال است. خب رسیدیم به قسمت کار خانگی ایتان عزیزان. دقت بکنین. بخش اول از کار خانگی ایتان. درس را از روی کتاب با دقت بخونید. حتما این کار بکنید تا کلمه و واژه‌هایی که جدید میایه با اونا کاملا آشنا شوین و مشکل براتون باقی نمونه. بخش دوم در مورد پیروزی مغولان در چین تحقیق کنید و بخش سوم درباره وحدت چین و تشکیل امپراتوری تانگ معلوماتتان را بیان کنین. خب برای که بتونین تحقیق کنین ما یکی دو تا منبع براتون معرفی میکنم که کمک بگیرین. یکی میتونین از تاریخ قرون وسطا نوشته یک کسی به اسم کاسمنسیکی از این کتاب استفاده کنین و بعدم میتونین از کتاب کلیات تاریخ که نویسندش کسی است به اسم اسماعیل دولتشاهی از این کتابم بهره بگیرین. تا جلسه بعد همه ایتونه به خدا مسپارم. به امان خدا. خداحافظ.